غیرت بورونبویف قدوی سابق پرزیدنت سابق قزاقستان نورسلطان نظربایف که 1.5 سال باز در حبس قرار داشته به 8 سال زندان محکوم شده است، اخیرا کارخانه‌ها و شرکت‌هایش به مبلغ بیش از 90 میلیارد تنگه قزاقی معادل 195 میلیون دلار با اختیار خود به دولت برگردانیده است. در این باره روز 14 سپتامبر سال 2023 در کانالش در تلگرام اگنتی نظارت مالیوی قزاقستان که پرونده های کروپسیونی را تحقیق میکرد خبر داد در بین کارخانه های به دولت برگردانیده قدوی پرزیدنت سابق یک چای نفت، یک شرکت تقسیم گاز، چندین میمانخانه ها و تفریحگاه ها، مرکزهای سودا، شبکه تالارهای فیتنس، مرکزهای تجارتی و انشاءات دیگر بوده است. اگنتی نظارت مالیوی تفتیش دادگاهی نسبت به غیرت بورونبویف را در رابطه به قانونی گردانیدن مالکیت برای جنایت به دست آورده ادامه میدهد. در چارچوب تفتیشات جهت اختیارا به دولت برگردانیدن کارخانه ها به مبلغ بیش از 90 میلیارد تنگه چاره اندیشیده شد، گفته می شود در اطلاعیه اگنتی مبارزه با کروپسیا. به اطلاع این نهاد غیرت بورونبویف همچنین به بنیاد پشتیبانی زیربنای سوهای معارف قزاقستان 30 میلیارد تنگه یا تقریبا 65 میلیون دلار جدا کرده است. اگنتی نظارت مالیوی قزاقستان در اطلاعش گفت که این همه انشاءات و شرکت و کارخانه های برگردانیده شده به توازن دولت گذرانده شده، پولهای جدا کرده بورونبویف برای رشد سوهای معارف خرج خواهند شد. قبلا بورونبویف همچنین به دولت 14.5 میلیارد تنگه یا بیش از 30 میلیون دلار از حساب فروش گاز طبیعی به دست آورده‌اش را نیز به دولت برگردانیده بود. غیرت بورونبویف قبلا در قطار 50 صاحبکار اعظم ثروتمند پرنفوذ قزاقستان نام برده میشد. دختر او به اویسلطان نبیره پرزیدنت قبلی قزاقستان نورسلطان نظربایف ازدواج کرده بود. اما اویسلطان نظربایف ماه آگوست سال 2020 در شهر لندن در سن همگی 30 افتید. تحقیقات مقامات بریتانیا به خلاصه رسید که نبیره رهبر سابق قزاقستان به علت معتاد کوکائین جوانمرگ شده است. بنا به اطلاع خبرگزاری منطقوی فرغانه ماه مارس سال 2023 دادگاه دوم نویه سریالق شهر استانه بورونبویف را به 8 سال زندان محکوم کرد. در قزاقستان اخیرا قانون قبول شد که طبق آن صاحبکاران باید مال و ملک را که از کجا پیدا شدنش را اثبات کرده نمیتوانند به دولت برگردانند. در صورت اختیارا آشکار کردن مال و ملک غیر قانونی خود و به دولت برگرداندن آنها، صاحبکاران از جوابگری جنایتی آزاد کرده می شوند. نورسلطان نظربایف از سالهای 1989 تا 2019 قریب 30 سال رهبر قزاقستان را در دست داشت و سپس کرسی پرزیدنتی را به قاسم جمرت توقیف داده، همچنان از پس پرده توسط آدمان خود اداره امور دولتی را در دست خود نگاه داشت. اما بعد سرکوب اعتراضهای خونین ماه ینور سال 2022 توقیف که تا اون وقت نقش پرزیدنت نمایشی را اجرا میکرد از زیر سایه نظربایف بیرون شده، به تنگ کردن موقع او و آدمانش سر کرد. بعد این در قزاقستان موج تعقیب و بازداشت و زندانی کردن آدمان نظربایف از جمله خویشاوندانش سر شد. برخی آنها از جمله دامادهای نظربایف مال و ملک خود به مبلغ صدها میلیون دلار را به دولت برگردانیدند تا که سایه تعقیب جنایتی را از سر خود دور بسازند.